خواهشم همین که استاد جان انچوت همین نگاه میکنیم اینترنت رو همین مسلمان ها روز به روز خور شده استیان ای سبب چی باشه تمام این دنیا ظلم به سر مسلمان ها اومده استیان برای آنکه مسلمان ها اولین منبع اولین امر فرمان الله تعالی وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود اینه یک سو گذاشتن اقرا علم آموز وقتی که از علم که دور شدید الکی علم مزدش نمیدانید برای شما وسوسه شیطان وسوسه محیط و اطراف آسان میشد حاضر زمانه گناه کردن آسان شد حتی پیشتر پیش نه همین 40 سال 50 سال پیشتر آدم ها اگر گناه خواهن هم برآمده کوچه های کافته گناه نیافته گشته می آمدن حاضر گناه تکتگی پا خودش از پیش چشمتان می براید و گناه کردن آسان شد وقتی که آدم که گناه کرد گناه طبیعتش تولد کننده هست ماده هست نر نیست وقتی که یک گناه آدم کرد و یک گناه از خودش با یک گناه دیگر تولد میکند دویم گناه هم میکند همین گدی غرق میشد خاصتا وقتی که از علم از دیانت دور میشد بنابراین اولین سفارش الله تعالی چی بود اقرا خوان این خوان فقط برای طالب علم ها برای عالم شونده ها نه هر مسلمان باید خواند همین اگر شما مسلمانی کارگر باشید 1 ساعت برای طلب علم جدا کنید 1 ساعت هیچ گپی نداره 1 ساعت آدمو همین تیک تاک و اینستاگرام همین خیلی میگذارند وقتشه یا همون بازی های بی فایده 2 ساعت میشینه در کار شاید 3 ساعت میشینه کارگر از کار مونده شده اومدگی اتوبوس اند خوابش آمد حال اومده در این جاگاه دارم تلفنش میخوابه خوابش میپره انا سحر میخیزد نمازی بامداد قضا کار به یک چشمی یعنی به خواب ناصر حیات مزه ندارد برای خود هدف ماندگی نیستم برای این هدف ماندن اول علم در کار علم باشد بعد آدم تفکر نقشه لایحه ها دارد در همین طول حیات دنیا فقط برای خودتان زندگی نکنید یک کاری کنید که برای امت اسلام فایدهتان رسد برای همین اولین درجه علم است برادر هر چقدر هر مصیبت و مشکلی که در دنیا هست سرچشمش جهل است نادانی و هر خیر و برکات و پیشروی که هست سرچشمش علم است بنابراین به علم اولین چیزی که هست به علم روی بیارید پیش از اون که الله تعالی به نماز امر کند بنابر به قول 10 سال بنابر به قول 12 سال حالی 12 سال پیش از اون که الله نماز فرض کند و طلب علم امر کند 15 سال پیش از اون که به زکات و روزه امر کند به طلب علم امر کند 23 سال یا 22 سال پیش از اون که به حج امر کند الله تعالی به طلب علم امر کند اولین آیت اولین کلمه اقرا بخوان بنابراین همه باید خواند موی سفید و پیرزن و تمام مسلمان ها اگر علم داشته باشند و دانش داشته باشند در این صورت انشاءالله پیشروی و وقتی که میخوانند میدانند دانستن الکی میدانند کدام کارها به ذلت برده میرساند کدام کارها به عزت برده میرساند دانستن انشاءالله شیطان هم از اونها دور میشد و آنها الکی فایده و ضرر حق و باطل در غفلت نمیمونه آدمو در غفلت هستن بعضی چیزای عقل فهمیشش ندارن این چی است میگن و برای چی همین چیز برآورده شد کی برآورد به کدام مقصد از این برآوردنش به او چی فایده های و ما چی ضرر است فکر نمیکنن بنابراین وقتی که مردم اگر بازگشت به سوی دین مقدس اسلام کنن به علم نزدیک شوند آموزن خیلی چیزها میشد پیشروی میشد انشاءالله این یک سببش در دیگر صحبت ها انشاءالله با همین خیلی بیان کردن میگیریم کم کم